به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه روانشناسی زنان شروع میکنم. شگفتی دختران، طبیعت دخترانمان را بهتر درک کنیم. نویسنده میشل گوریان و ترجمه مهدی قراچه‌داغی. در سال 1382 انتشارات نقش و نگار در تهران این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب در حوزه دختران و روانشناسی، تفاوت‌های جنسی از لحاظ روانشناسی، مادران و دختران، پدران و دختران هستش. امیدوارم که از خوندن این کتاب و شنیدن این کتاب لذت ببرید. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس با هم کتاب رو کشفش میکنیم. نوشته پشت جلد کتاب، معرفی کوتاهی در مورد نویسنده است. میشل گوریان یک روان درمانگر، متخصص تعلیم و تربیت و نویسنده کتاب‌های بسیار پرفروش در این زمینه هاست. بسیاری از آثار و مقاله‌های او در نیویورک تایمز به چاپ رسیده است. گوریان در بسیاری از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مشارکت فعال دارد. وی یکی از بنیانگذاران مؤسسه میشل گوریان است که در زمینه‌های تعلیم و تربیت و تحصیل کودکان فعالیت می‌کند. گوریان در حال حاضر در کنار همسر و 2 دخترش در واشنگتن زندگی می‌کند. این کتاب افسانه‌های کهنه درباره دختران را به دور ریخته و به والدین کمک می‌کند تا دخترانشان را از طریق ساختار درونیشان، ساختمان مغزی، هورمون‌ها و رشد فیزیولوژیکی بشناسند. درک مراحل رشد طبیعت زنانگی به والدین کمک می‌کند که پاسخ پرسش‌های رایج زیر را بیابند. چگونه می‌توانم بهترین نظام را و نظم را برای دخترم فراهم آورم بدون اینکه استقلال نظری و خودستکایی عملیش پایمال شود؟ اجازه چه مقدار حاضر جوابی را به دخترم بدهم؟ چگونه به دخترم کمک کنم که طلاق مرا نادیده انگارد؟ چگونه می‌توانم کمک کنم که دخترم احساسات و عواطفش را بر پایه ملاک‌های روز تنظیم کند؟ اما این کتاب شامل 2 بخش هستش. بخش اول، چرا دخترها اینگونه هستند؟ که فصل اول با شروع پژوهش شروع شده. فصل دوم طرز کار مغز دخترها هستش و فصل سوم دنیای پنهان. اما بخش دوم، آنچه دخترها نیاز دارند. فصل چهارم مادر هنرمند. فصل پنجم هدایای پدر. فصل ششم پاکدامنی و تجربه. فصل هفتم سفر شیرزن و فصل هشتم زنانه بودن هستش. مقدمه بسیار طولانی در ابتدای این کتاب آورده شده که من فاکتور میگیرم و از فصل هفتم شروع میکنم به خواندن. سفر شیرزن، بنا کردن منش و اخلاق در دخترانمان. ما به یک باره متولد نمی‌شویم. اندک اندک وجود خارجی پیدا می‌کنیم. ابتدا بدن و کمی بعد روح و روان. مادرانمان درد زایمان، تولد جسمانی ما را تحمل می‌کنند و خودمان درد طولانی‌تر رشد معنوی و روحانیمان را. این گفته از ماری آستین هستش. ما درباره دنیا داستان پردازی می‌کنیم و تا حد زیادی طرح آنها را جان می‌بخشیم. کیفیت زندگی ما تا حدود زیادی بستگی به نمایشنامه‌ای دارد که آگاهانه و با احتمال بیشتر به شکل ناخودآگاه پذیرای آن شده ایم. کارول پیرسون. خورشید استرالیا روشن و شفاف و هوایش تمیز و خشک است. نسیم ملایمی از روی دشت صحراگونه می‌گذرد. روستایی که ساکنانش به چند صد نفر بالغ می‌شوند، به کار روزانه، به بازی، به دعا و نیایش مشغولند.
روز به خصوصی است. روز مناسک گذر برای پرورش منش‌ها و رفتارهای نیکو. دختر 12 ساله‌ای اولین قاعده شدن خودش را تجربه کرده است. گروهی از زنان او را احاطه کردند، آواز می‌خوانند، با او حرف می‌زنند و آماده‌اند که بدنش را با طرح‌های نمادین رنگ بزنند. دختر چند سالی است که به این روز چشم دوخته است. این روزی است که او سفر زن شدن را شروع می‌کند. این روزی است که منش خوب و روح هدفمند و به هیجان آمده‌اش تولدی دوباره را تجربه می‌کند. سفری برای اینکه در دنیای بالغ‌ها پذیرفته شود. از تولد بیولوژیایی تا این لحظه دختر یک کودک و یک دختر بچه بوده است. اما امروز او به یک تولد اجتماعی پا می‌گذارد. این تولد هم با شادی و شعف جامعه‌اش روبرو می‌شود. حالا زنها دختر را به کلبه کوچکی می‌برند. این کلبه را مردان قبیله نساختند، بلکه ساخته زنان قبیله است. مادر بزرگ دختر چند ماه قبل راهنمای بنای این کلبه بودند. دختر باید در تمام مدت روزهای نخستین قاعدگی در این کلبه باقی بماند. برایش غذا خواهند برد، تنها زنان به ملاقاتش خواهند رفت، به صحبتهایش گوش خواهند داد و با او صحبت خواهند کرد. او 4 روز تحت تعلیمات معنوی و اخلاقی قرار می‌گیرد. با رفتارهای خوب و با ایده‌های پسندیده، با اعتماد کردن به طبیعت، با مسائل الهی و یزدانی و با جامعه آشنا خواهد شد. برایش داستان‌ها خواهند گفت، داستان‌هایی درباره مردمی که او به آنها تعلق دارد. در این چند روز او گوش نمی‌خورد، زیرا بر اساس باورهای این بومیان طبیعت، جنس مؤنث انسانی، رابطه مستقیم با طبیعت زندگی دارد. این بومیان معتقدند اگر زنی به هنگام عادت ماهانه گوشت حیوانات را بخورد، به آنها لطمه می‌زند. خون قاعدگی دختر و همه زنان به قدری در نظر مردم قبیله او مقدس است که کسی آنها را پنهان نمی کند. اهالی روستا می دانند که دختر یا زن در چه زمانی قاعده می شود و با او این را جشن می گیرند. این گونه است که سفر شیرزن شروع می شود. حالا این زن جوان 4 روز رشد تعالیم اخلاقی را پشت سر گذاشته است. از او حمایتی شده است تا سفر زنانه‌اش را آگاهانه در دوران زندگی بالغانه خود ادامه دهد. حالا زنان قبیله او را از کلبه بیرون میبرند و به یک رودخانه میرسند. کنار رودخانه سرودخوانی ادامه دارد. دختر در آب رودخانه استحمام میکند. در تمام این مدت زنها جشن میگیرند و پایکوبی میکنند. وقتی بدن دختر خشک می شود، او را با رنگ‌هایی که از سوی زنان تهیه شده است، نقاشی می کنند. کلبه را به نشانه پایان یافتن دوران کودکی و آغاز عصر زنانه بودن خراب می کنند. وقتی رنگ‌های روی بدن دختر خشک می شود، او با پای پیاده به قبیله برمی گردد تا آنجا تبدیل به یک زن بشود. وقتی می‌بیند که اهالی دهکده برای تحویل گرفتن دوباره او اجتماع کردند، دلش تحت تأثیر روزگار دشواری که به عنوان یک زن پیش رو دارد می‌گیرد. اما در ضمن شاد هم هست، زیرا می‌داند که جامعه زندگی او را ارج می‌نهد. می‌داند زندگی معناداری انتظار او را می‌کشد که با یکتایی و خداوند در ارتباط است. روبرت لاولو، انسانشناس که حکایت مناسک گذار یک قبیله را در کتاب کلاسیک صداهای روز نخست توصیف کرده است، میگوید آداب و تشریفات مناسک گذر یک دختر نوجوان کوتاه‌تر از تشریفاتی است که برای بلوغ جنسی پسرها در نظر میگیرند. به اعتقاد بومیان پسرها به تشریفات بسیار طولانی تری احتیاج دارند که گاه چند سال طول می کشد. چرا؟
مردم قبایل معتقدند به این دلیل که خداوند آنها را دختر خلق نکرده است و بنابراین زندگیشان از طرز و رویه دیگری پیروی می کند، آنها فی‌النفس درباره منش اطلاعات چندانی ندارند و بیشتر باید از فرهنگ و آداب و رسوم قبایل بیاموزند. آنها درباره بلوغ کم اطلاعند و بیشتر باید بیاموزند. پسرها پرخاشگرتر و طبیعتاً تحرک بیشتری دارند و از لحاظ بدنی به آموزش بیشتری نیاز دارند. از آن گذشته نقش مقدس آنها به اندازه تقدس دخترها مشخص و مفهوم نیست. زیرا به لحاظ بیولوژیایی نقش مقدسی ندارد. دخترها همه ماهه و در زمان زایمان بهتر معنویت را درک می کنند. لاولو می نویسد زن با هر کودکی که به دنیا می آورد و با هر عادت ماهانه پذیرای تعلم، درد، کاهش و نقصان و عزت درون می شود. بدن و ذهن او با تحولات و نوسانات عدیده‌ای مواجه می گردد. زنان از باکره بودن به دوران مادری پا می گذارند و بعد دوران مادری به همان شکلی که صورت خارجی پیدا کرده به ناگهان به اتمام می رسد. جوهر مرگ و تولد دوباره در فیزیولوژی یک زن نهفته است. برخورد او با درد، هراس و مرگ نقش اساسی در زایمان او بازی می کند. بومیان استرالیایی و نیز قبایل همه جای دنیا و اجداد و نیاکان ما نمی توانستند با اسکن کردن مغز بفهمند که قطعات پیشین مغز پسرها دیرتر از قطعات پیشین دخترها رشد می کنند و در نتیجه دخترها سریعتر به بلوغ می رسند. آنها نمی دانستند و وسیله‌ای برای اطلاع از این موضوع نداشتند که ترشح اکسیتوسین، وازوپرسین، پروژسترون، استروژن و پرولاکتین روی رفتار همدلانه دخترها چنان تأثیری می‌گذارد که پسرها تنها مگر آن را تصور کنند. با این حال آنها بدون این علوم هم ماهیت دخترها و پسرها را می‌شناختند. آنها با توجه به سیکل‌ها، آهنگ‌ها و سرودهای طبیعی خون سفر دختر نوجوان را تدارک می‌دیدند. حالا دوران زندگی قبیله‌ای را پشت سر گذاشته‌ایم. به شرایط تمدن رسیده‌ایم. جای کلبه‌ها را شهرهای بزرگ اشغال کردند. ما به علومی دست یافته‌ایم که به نظر می‌رسد طبیعت را کنترل می‌کند. با این حال وقتی به گذشته و به حکایات مربوط به اجداد و نیاکانمان نگاه می‌کنیم، در کارشان درایت و خردی می‌بینیم. از اروپای قبیله نشین، از بومیان امریکایی، آفریقایی، آسیایی و استرالیایی مطلب‌ها می‌آموزیم. به این نتیجه می‌رسیم که آنها پیش از ما به معنویات بها می‌دادند و مناسک گذر برایشان مفهومی پررنگ‌تر داشت. با نگاهی به گذشته بیشتر با منش جنس مؤنث آشنا می‌شویم. داستان‌های واقعی. یکی از مهمترین بخش‌های سفر دختر به زنانه شدن داستان‌های واقعی است که بزرگترهای او برایش تعریف می‌کنند. بسیاری از این داستان‌ها را در کتاب‌های قصه کودکان چاپ کردند. همه اینها قصه‌هایی هستند که به رشد معنوی فرزندان ما کمک می‌کنند. بسیاری از قصه‌های پریان که آنها را برای فرزندان 2 و 3 ساله‌مان می‌خوانیم، در واقع قصه‌هایی هستند که اجداد و نیاکان ما برای پسران و دختران نوجوان خود باز می‌گفتند. اغلب این داستان‌ها حاوی درس‌های اخلاقی هستند که به زبانی ساده برای بچه‌ها نوشته شده‌اند و به بچه‌ها پشتکار، استقامت، انصاف و احترام را آموزش می‌دهند. از جمله این قصه‌ها می‌توان به سیندرلا اشاره کرد. سیندرلای قدیمی و باستانی اشاره زیبا به رشد منش و فضایل زنانه دارد که به بچه‌ها می‌گوید که با پیوند با اخلاق و حقیقت شجاع و منصف و موفق باشند. سیندرلا داستانی در رابطه با
فضایل نیکوست که قرنها قبل آن را برای دختران در جریان مناسک گذر باز می‌گفتند. در جریان جنبش برابری طلبی زنان در دهه 1920 عقده سیندرلا مطرح شد و این قصه با دیدگاهی فمینیستی برای اثبات سرکوب فردیت زنان، تحمیل وابستگی مردان و ارزش‌های ناسازگار با زنان مدرن و امروزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. زمانی که خود من یک طرفدار جوان برابری طلبی زنان بودم، تحت تاثیر این داستان تکان خوردم. تا سالها بیم آن داشتم که این داستان را اگر برای دخترانم بگویم به آنها بدآموزی کردم. اما دختران من حتی در دوران نوجوانی این قصه را دوست دارند و از شنیدن سرگذشت دختری که پدر و مادرش را از دست می‌دهد و باید با یک نامادری و ناخواهری‌های بدجنس زندگی کند لذت می‌برند. در خانه و در جمع خانواده‌ها معدود قصه‌هایی بودند که به اندازه سیندرلا به دختران من لذت و شادی بدهند. سیندرلا دختری که مجبور است همه جای خانه و جمله خاکسترهای بخاری را جارو و نظافت کند. دختر رویاهاست که با حیوانات حرف می‌زند. روزهای بهتری را به خاطر می‌آورد و با وقاری مثال زدنی سرنوشت خود را می‌پذیرد تا روزی که زندگیش را متحول می‌سازد و آن را به شکل دیگری باز می‌یابد. وقتی او به آزادی می‌رسد، نه تنها از شرایط دردناک خود می‌گریزد، بلکه در واقع ملکه کشورش می‌شود. او این کارها را به تنهایی انجام نمی‌دهد، بلکه از پریان، حیوانات و یک شاهزاده کمک می‌گیرد. این داستان سفر مؤنث را به سوی فضایل عالی در بر می‌گیرد و داستانی شگفت‌انگیز در زمینه مناسک گذر محسوب می‌شود. داستان سیندرلایی که در اینجا با شما در میان می‌گذارم یکی از ترجمه‌های بسیار مشهوری است که درباره سفر شیرزن سراغ داریم. سفر شیرزن. هر دختری به خصوص در دوران نوجوانی می‌خواهد یک شیرزن باشد. می‌خواهد دوست بدارد و متقابلاً دوستش بدارند. می‌خواهد عاقل و مدبر باشد. می‌خواهد به شکلی که با شخصیتش همخوانی داشته باشد قدرتمند باشد. او زنی است که در این استقلال، اتکا و ارتباط با دیگران را می‌خواهد و می‌خواهد که به او احترام بگذارند. زنی زیبا، زنی دارای کمالات، زنی صاحب ارزش‌ها و زنی حمایتگر. می‌خواهد یک پرنسس و در ضمن یک ملکه باشد. می‌خواهد به او توجه کنند و با این حال خواهان قدرت برای حکومت کردن است. می‌خواهد مورد توجه مردان قرار بگیرد و با این حال بر مرد حکومت کند. قهرمان بودن و به سفر قهرمانی رفتن اغلب دست کم در ظاهر امر موضوع ساده‌تری به نظر می‌رسد. قهرمان بودن یعنی در کانون صحنه قرار گرفتن. آینده بشریت اغلب با این سفر قهرمان رابطه دارد. در پایان اگر ندانیم که قهرمان چه کسی است، صبر می‌کنیم تا او به جنگ دیو یا به جنگ آدم بد و اهریمن برود. در این زمان می‌دانیم که قهرمان همیشه از صبر و پشتکار برخوردار است. پا بر جا باقی می‌ماند و ارزش خود را به جامعه بشری نشان می‌دهد. وقتی پیروز می‌شود چیزی بیش از یک پسر رو به رشد یا یک نوجوان است. او به یک مرد خوب و به یک رهبر تبدیل می‌شود. آرمان‌ها و ایدئال‌های قهرمانی در کانون روح و روان هر پسر و تا حدود زیاد هر مرد وجود دارد. زیرا هر مرد با جسم و ذهنش آشناست. دل پنهانش به دنبال مقام و موقعیت است. زنان و تمدن بشری روی هم رفته از مردان انتظار دارند که قهرمان بودن خود را ثابت کنند. مرد تنبل و ناقابل را زنها انتخاب نمی کنند و جامعه به او پاداش نمی دهد. حرکت به سوی قهرمانی و میل به قهرمان شدن در نظام یک پسر نوجوان وجود دارند و او را در مرد شدن کمک می کنند. هم مردان و هم زنان دوست دارند که قهرمان خودش را
صرفاً قهرمان نکند بلکه قهرمان بودنش را ثابت کند. اما آیا یک قهرمان یک شیرزن هم هست؟ آیا آتنا آپولو هم هست؟ آیا میتوان جای جولیت را با رومئو عوض کرد؟ آیا میتوان سفید برفی را با یونس عوض نمود؟ آیا میتوانیم به انتظار جنگ بزرگ و سرنوشت ساز بنشینیم؟ پا بر جایی و ماندگاری یک زن جوان را تماشا کنیم و متوجه شویم که او حالا با پیروز شدن ارزش خود را به بشریت ثابت کرده است و بنابراین او را یک زن خوب، یک رهبر و یا یک شیرزن صدا بزنیم؟ واقعیت این است که قهرمان و شیرزن می توانند همپوشی داشته باشند، اما مثل دخترها یا پسرها و زنها یا مردها با هم تفاوت دارند. با این حساب شیرزن کدام است؟ چگونه می توانیم دخترانمان را شیرزن ببینیم؟ چگونه خود آنها می توانند در جریان رسیدن به بلوغ خود را در این معنا و مفهوم جستجو کنند؟ اجازه بدهید برای توضیح این مطلب به الگوهای مختلف شیرزنانی اشاره کنیم که شما و خانواده‌تان بتوانید درباره‌شان حرف بزنید. مانند یک قهرمان. یک شیرزن می‌تواند یک قهرمان مؤنث باشد. آتنا در اسطوره‌شناسی باستان به اندازه هر مردی رفتار مردانه داشت. زینا پرنسس جنگجو هم می‌تواند هر مردی را در هر بازی مردانه شکست دهد. بسیاری از شخصیت‌های بازی‌های ویدئویی خشونت‌آمیز را هم زنانی تشکیل می‌دهند که می‌توانند با هر مردی مبارزه کنند و هر دشمنی را از میان بردارند. اما در روزگار ما این زنان قهرمان کسانی هستند که همپای مردان به قله اورست صعود می‌کنند و در بسیاری از مسابقات ورزشی بر مردان پیشی می‌گیرند. در چند دهه گذشته این نوع شیرزن مورد توجه فراوان اندیشمندان اجتماعی قرار گرفتند. مهم است اگر نشان بدهیم که زنها می‌توانند به اندازه مردها مبارز باشند. با این حال این اقدامات قهرمانی همه موجودات شیرزن را به نمایش نمی‌گذارند. با رعایت همه قهرمانی‌ها در مدرسه، در تجارت، در ورزش، سفر دختر شیرزن شما موضوعی فراتر از این هاست. توجه به کوچک‌ها. شیرزن‌ها به موضوعات کوچکتر و مردان قهرمان به موضوعات بزرگتر توجه دارند. زنان بیش از مردان و در نتیجه شیرزنان بیش از مردان قهرمان اگر زندگی موجودی به مخاطره بیفتد از اصول انتزاعی ساخته و پرداخته جامعه دست می‌کشند. همدلی مرد قهرمان بیشتر بر اساس اصول گروه‌های بزرگ است و نه آلام فردی اشخاص. با توجه به ارقام و آمار موجود زنان کمتر خواهان مجازات اعدام می‌شوند. شیرزن با احتمال بیشتر در مقام حمایت حیوان کوچکی را پنهان می‌کند، اما مرد اگر وظیفه‌اش حکم کند او را به قتل می‌رساند. بخش جدا نشدنی سفر شیرزن همدلی و حساسیتی است که تمدن بر اساس آن بنا شده است. همانطور که بخش جدا نشدنی از سفر مرد قهرمان پرخاشگری و خشونت کنترل شده است که تمدن مبتنی بر آن است. استقلال به تأخیر افتاده. شیرزنان اغلب مترصد پیوند و اتصال هستند، حتی اگر این کار به قیمت از دست رفتن استقلال شخصی آنها تمام شود. شیرزن ما می‌خواهد شبکه پیوندهای انسانی به عنوان اساس و بنیان جامعه مورد حراست قرار بگیرد، در حالی که قهرمانان مرد حاضرند به خاطر جامعه، خانواده و رهبران جامعه جانشان را از دست بدهند. شیرزنها آزادی خود را فدا می‌کنند تا شبکه اجتماعی محکم و استوار باقی بماند. در داستان‌های پریان مصداق این گفته را وقتی می‌بینیم که زن پس از ازدواج از خانه و قبیله خود جدا می‌شود.
تا در خانه شوهرش زندگی کند. این اقدام نمادین از خودگذشتگی در نظر برخی از مفسران زمانه ما یک اقدام انفعالی محسوب شده که زنها آن را رد و تکذیب می‌کنند. از سوی دیگر چه کسی می‌تواند بگوید که کدام از خودگذشتگی مهمتر و کدام یک پستر است؟ آیا بهتر از زندگیتان را به خاطر حمایت از دنیای انسانی فدا کنید یا نه؟ بهتر این است که از استقلال خود به خاطر حمایت از خانواده انسانی دست بکشید؟ آیا این هر دو نشانه‌های عمیق، لازمه‌های اخلاقی شخصیت انسانی نیستند؟ به ندرت از شیرزنها خواسته می شود برای حراست از جامعه خود از زندگی خود چشم بپوشند. مردان قهرمان به سهولت بیشتری جانشان را از دست می دهند. اما شیرزنها هم به خصوص در اوایل شروع رابطه به راحتی بیشتری استقلال خود را فدا می کنند. البته اغلب اوقات بعد از یک صبر طولانی شیرزنها استقلال از دست رفته را دوباره باز می‌یابند و شرایط زندگیشان را مطابق نیازهایشان برقرار می‌سازند. ایجاد کردن نفس. شیرزنها اغلب از طریق ایجاد رابطه و با صبر و شکیبایی و تلاش‌های پشت صحنه و نیز به کمک قدرت مرموز و پنهان زنانه نفسی را خلق می‌کنند. در حکایات کهن این اقدام شیرزنان نشانه‌ای از بلوغ و خردمندی آنهاست که نمونه‌اش را در داستان هندی دختر ماه‌پیشانی که فصل سوم را با آن شروع کردیم ملاحظه نمودیم. دانشی که این دختر در غار به دست آورد قدرت او و به حسابی ضمیر و نفس او را سبد گردید. او پس از آنکه به علم و اطلاعات کافی رسید به روستایش بازگشت و آنجا به عنوان یک زن بالغ و یک رهبر شناخته شد. اما جنس مذکر در سفر قهرمان می‌خواهد با عملکرد به نفس و ضمیر برسد. البته شیرزنها هم می‌توانند این گونه به نفس و ضمیر برسند، اما ترجیح می‌دهند به طرز دیگری عمل کنند. در حالی که مردها پیوسته در تلاشند که در دنیای بزرگ قدرت شایستگی خود را ثابت کنند، زنها بیشتر پایبند شرایط طبیعی هستند. آنها می توانند زایمان کنند و فرزندانشان را بزرگ کنند که این مقدس‌ترین کار در عالم هستی طبیعی است. از این روز که زنها مجبور نیستند به کمک توانایی‌های جسمانی و اقدامات قهرمانی به مقام قهرمانی برسند. آنها به حکم طبیعت خود به این مهم دست پیدا می‌کنند. اما جنس مؤنث خود را انعطاف پذیر می‌داند. هر دختری می‌داند که به سادگی تحت تأثیر و نفوذ قرار می‌گیرد. با پیوند نفس و ضمیر خود بودن برای دخترها و زنها دشوار است. شیرزنها با نشان دادن انعطاف از خود در برابر فرزندان و عزیزان توانمندی خود را این گونه و نه با شرکت در صحنه جنگ و نبرد با دشمنان به اثبات می‌رسانند. زنها از طریق نشان دادن انعطاف در روابط خود به جای پافشاری بر استقلال خود مختاری که در مردها دیده می شود توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. این تفاوت بارز در شیوه دختران و پسران برای رسیدن به منش محدودیتی در سفر هیچ کدام محسوب نمی شود. موضوع از این مهمتر است. در واقع این هشداری به والدین و آموزگاران است که پسرها و دخترها سفری متفاوت از یکدیگر را طی می‌کنند و این نکته است که نباید از کنار آن بی‌توجه عبور کنیم. پسرها اگر نتوانند کاری را به خوبی انجام دهند و توانمندی خود را به نمایش بگذارند ناراحت می‌شوند. پسرها می‌خواهند در میان بازی و کار، نبرد و یا هوش و فراست توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند و برای خود احترام اجتماعی بخرند. اما دخترها اگر نتوانند به پیوندها و وحدت‌های اجتماعی که به آن نیاز دارند برسند، ناخشنود می‌شوند. درست همانطور که یک پسر اگر قهرمان نشود خود را پس زده شده و بی‌اعتبار قلمداد می‌کند،
دخترها هم اگر نتوانند به مقام شیرزنی برسند احساس ناخرسندی می‌کنند. دختر علت وجودی داستان. شیرزنها به حکم طبیعت خود هدف مقدس مورد توجه انسان هستند. بسیاری از مفسران زمانی ما با واقعیت‌های کهن غریبه شدند. آنها می‌گویند وقتی در داستان‌های پریان یک مرد دختری را نجات می‌دهد، به دخترها و زنها اهانت می‌شود. اشاره این مفسران به داستان‌های پریانی از نوع زیبای خفته است که در آن دختر یا زنی محبوس و گرفتار است و بعد مرد قهرمانی او را نجات می‌دهد. به اعتقاد آنها اینکه در انتهای داستان دختر و پسر قهرمان با هم ازدواج می‌کنند تا به خوبی و خوشی برای همه عمر با هم زندگی کنند، رفتاری غیر دوستانه با رشد و اعتلاء زنانه است. بهتر این است که ما در داستان‌های پریان به دنبال شیرزن باشیم و او را جستجو کنیم. واقعیت این است که در داستان‌های پریان دختر یا زن دلیل و علت نگارش داستان محسوب می‌شود. در این داستان‌ها شاهزاده نقش حمایتگر دارد. دختر ایدئال‌های اخلاقی سرزمین خود را به نمایش می‌گذارد و شاهزاده با نجات دادن دختر در واقع این ایدئال‌ها را نجات می‌دهد. از آن گذشته دختر به تدریج در طی داستان مدبرتر و عاقل‌تر و دوست داشتنی‌تر شده و قدرت بیشتری پیدا می‌کند. دختر وقتی نجات پیدا می‌کند با ناجی خود پیمان می‌بندد، همان ناجی که به مرور مهربان‌تر، دوست داشتنی‌تر و عاقل‌تر شده است. در جریان داستان هم قهرمان دوم شیرزن مناسک گذر را پشت سر می‌گذارد و به دنیای بالغ‌ها قدم می‌گذارند. از آن گذشته دختر نه تنها هدف اخلاقی مورد جستجوی شاهزاده است، بلکه با وادار کردن شاهزاده که مترصد نجات او بشود، الگویی برای سایر زنان جوان فراهم می‌آورد و به آنها می‌گوید با انتظار کشیدن شکیبا بودن و با صبر عاشقانه به مردان فرصت می‌دهند که در خدمت آنها درآیند و اخلاقیات، شجاعت و ارزشمندی خود را برای تن دادن به یک رابطه بلند مدت به اثبات می‌رسانند. اینگونه آنها تا پایان عمر زندگی شاد و سعادتمندی داشتند. نه تنها باری بر دوش دختر نمی‌گذارد، پاداشی برای اوست که به عنوان ملکه می‌تواند بر یک سرزمین حکومت کند. در داستان‌های کهن و افسانه‌های پریان، دختری که فاقد این فضایل نیکو باشد، مورد پسند شاهزاده قرار نمی‌گیرد. شاهزاده به سراغ دختری می‌رود که بهتر می‌تواند در شکل و شمایل یک شیرزن طی تاریخ کند. دختر یک شیرزن است و توجه شاهزاده را به خود جلب می‌کند. به همین شکل شاهزاده همچون یک قهرمان است، مورد پسند دختر واقع می‌شود. اجداد و نیاکان ما که مردمان خردمندی بودند، برای آموزش فرزندان خود برای آنها داستان‌های با شخصیت‌های منفی تعریف نمی‌کردند. به جای آن برای فرزندانشان افسانه‌هایی درباره شیرمردها و شیرزنها می‌گفتند. و دیگه وقت به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. اگر از این کتاب خوشتون اومده لطفاً تهیه کنید و لذت خوندنش رو به خودتون هدیه بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.